سلام باشه، چطور؟ خوش اومده به یه ویدیو دیگه. در این ویدیو که بریم سراغ گیم پلی مورتال کمبت و اینکه اومدیم بریم یکی از بازی‌های خیلی محبوب کنسول PS5 و کنسول‌های دیگه، کلا دیگه بازی محبوبیه دیگه، جدیدم اومده و مورتال کمبت من خیلی علاقه بهش دارم و کلا دیگه قرار الان بریم مورتال کمبت یک رو بازی کنیم با چی؟ با PS5. بچه‌ها من توی چند وقتی که نبودم درگیر خرید کنسول اینا بودم و چند روز پیش خوشبختانه PS5 خریدم و PS5 حالا چه مدلیش، PS5 اسلیم 1 ترابایت دیگه آره دیگه 1 ترابایت کلا. PS5 اسلیم جدیدترین کنسول در کل جهان، تو کل دنیا الان PS5 اسلیم جدیدترین کنسوله. این تاریخی که من این ویدیو رو گذاشتم جدیدترین کنسول PS5 توی این تاریخ الان که من این ویدیو رو گذاشتم جدیدترین کنسول تو کل جهان و جدیدترین و بهترین کنسول. یعنی PS5 یه نسخه فت داشت که 2020 چیز شد، چی بهش میگن، عرضه شد، و اینکه این نسخه اسلیمشه و اینکه عملکرد خیلی خوبی نسبت به فتش داشته و اینکه طراحیشو قشنگتر کردن، حافظه‌شو بیشتر کردن و سایزش هم یه کمی کوچیک‌تر کردن و خیلی قشنگ و مفید و خیلی زیباش کردن. و بچه‌ها من الان چند روز میشه که PS5 خریدم و متاسفانه نتونستم آنباکسشو براتون بذارم، به خاطر اینکه من کلا جدیدا زیاد دوست دارم آنباکس کنم. از آنباکس خیلی خوشم میاد و اینکه خودم آنباکس کنم یکم حوصله میخواد و اینکه خودم دیگه مثلا میرم اون وسیله رو بازش میکنم، خودم چیز میکنم، دیگه نمیتونم مثلا برم براتون آنباکسش کنم متاسفانه. آره. و بچه‌ها دیگه خریدمش و اینکه با دسته اضافه اینا خریدمش و قراره از این بعد کلی گیم پلی تو بازی کنسولی داشته باشیم. حالا این ویدیو یکم طولانی 10 دقیقه میشه کلا، تایم هر ویدیو هر داستانی بازی که بکنیم 10 دقیقه کلا میشه که بتونم آپلودش کنم، حجم نسبتا خوبی داشته باشه. و بچه‌ها PS5 2K 4K 8K میاره. 8K خیلی از چیز قولیه ولی خب تلویزیونتون هم باید 8K باشه و این تلویزیونی که من گذاشتم تو اتاق خودم 1080 میاد و بهش میگن HD دیگه، HD میاد و PS5 خودش خیلی کیفیتش خوبه، تا هر چی بخوای میاره، ولی بر اساس کیفیت تلویزیونت میاره. مثلا کیفیت تلویزیون 1080 باشه 1080 میاره. الان مال من اگه کیفیت ویدیو حالا نمیدونم باشه کیفیت رکورد کنه، ولی حالا اگه 1080 بود دیگه خودتون بدونید من کیفیت تلویزیونم 1080 و خیلی هم چیز خوبیه، رزولوشنش خودم میتونم تنظیم کنم و 80 یه چیز خیلی خوبیه رو تلویزیون که بتونم آپلودش کنم و حجمش زیادم نشه که دیگه همیشه براتون ویدیو بذارم. و الان قراره بریم استوری مورتال کمبت رو بازی کنیم و گفتم دیگه کنسول رو خریدم، دیسکورش هم خریدم، کلا با دسته و اینا شد 34 میلیون 35 میلیون اینا با بازی و اینا دیگه درگیر بازی خرج کنم، نتونستم آنباکسش رو بذارم. و دیگه بچه‌ها بریم سراغ چی؟ گیم پلی. لیتس گو، بریم استوریش بازی کنیم. لیتس گو. خب میزنیم روی حالت هم میدیومش خوبه، حالت های وری چیزا رو وری ایزی، خیلی راحت، ایزی راحت، میدیوم متوسط، هارد سخت. وری هارد خیلی سخت. بچه من تاورا رو هارد بازی میکنم، شاید وری هاردم بزنم تو ویدیوهای جدیدتر و الان چون این یه داستانی طول میکشه من میدیوم میزنمش. استوری تست یور مایت آف آن، همین دوتاش آن باشه بهتره، اوکیه. بریم سراغ داستانی مورتال کمبت قسمت 1. بچه اینا رو به صورت پارت براتون میذارم و این پارت 1شه و همیشه اینقدر اول ویدیو حرف نمیزنم چون الان معرفی PS5 هم کردم و دیگه معرفی PS5 هم کردم دیگه. آره اوکیه. Let's go. داره حرف میزنه فعلا. It will soon be on the shelves in every home of Outworld. This elixir is crafted from an ancient recipe. It has Patreon flowers, Margovian nectar, powdered teeth of an Arctican dragon. All this and more, infused with powerful Leporian magic. Okay. There is a village in the next canton over,
where و everyone بچه هم has دستش purchased this miracle دسته cure. مورتال کمبت خریدم. 2 تا Overnight, دسته داره. all این دسته خودش diseases, سفیده even Tarkot, و have براش جل disappeared. گرفتم. حالا من کمی کمش Now, کنم. magic this potent بچه اگه is expensive, ببینیدش and I این am sure you're دستشه asking و براش جل yourselves, خریدم. بچه این can I جلدشه afford که it? 2 تا هم از این چیزا خریدم که But the باش true حرفه‌ای question میشه. you must خیلی ask خیلی خوبه. is, خب بریم can I سراغ afford to be with بچه این Angus? شنکسون رو داره حرف میزنه و You این lie, شنکسونه. Shang Tsung. Your cures are useless. شنکسون کلاسیکی، شنکسون قدیمیه بهش میشه گفتی جورایی. یعنی مثلا اون بازی جوریه. کامو داره. کامو چیه؟ کامو شخصیت های مورتال کمبت قدیمه که اومدن به عنوان شخصیت کمکی در مورتال کمبت 1 استفادهش کرد. You promised a miracle, من and I حرف میزنم gave you فعلا. all I had. But only days later, she was dead. That is impossible. My magic could not have failed her. There was no magic! I Oh. took your elixir بچه to an این Imperial مرده فکر mage, کنم and you know همون what she said? کی بود بود زمان کارایی میکردی It's nothing! Just بچه poison شخصون داشت tea! در مورد The mage is اکسیر و اینا mistaken, داشت kind حرف sir. میزد. میگفت اکسیرهایی My درست elixirs are میکنن. of superior مثلا quality. در مورد جادوهاش Their و efficacy اکسیرهاش is و ایناش دیگه. guaranteed. پرتش میکنه و فعلا داره نشونش میده. خب بچه امیدوارم صداها خوب باشه، چون من تستش نکردم ببینم صدای خودم نسبت به مثلا ویدیو یا کلا اینا دیگه خوب باشه یا نباشه. اگرم بد بود دیگه خودتون یه بدونید اویلی بعد درستش کنم این ویدیو رو توی کنم. شنکسانه. خب این شنکسونه. بچه من دارم صدا رو از توی دسته رکورد میکنم و هرچی نزدیکتر میارم صدام بهتر میشه و دیگه از اینجا دارم رکوردش میکنم و دیگه گذاشتمش رو این که از تلویزیون و اینا از PS5 داره ذخیره میکنه، رکورد میکنه و گوشیمو اینجا دور میکنه. Here on behalf of a dissatisfied customer. If it's revenge you want, have at it. If it's restitution, there's nothing left. What I want, Shang Tsung, is to elevate you, to make you the great sorcerer that now you can only pretend to be. همیشه تغییر شکل میده. بچه من کلا به مورتال کمبت علاقه زیادی داشتم. همیشه بازی مورتال کمبت رو بازی میکردم، حالا چه به سگاهای قدیمش و الان دیگه نسخه جدید اومده دیگه. مورتال کمبت دیگه جدیدتر مورتال کمبته و خواهیم بریم داستانش هم تموم کنیم تو قسمت‌های مختلف. تو پارت ها مثلا پارت 1 یا میزنم پارت 1 یا میزنم قسمت 1. حالا ببینم کدوم میزنم تو عنوانش. بچه حتما یادتون نره کانال ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و آپارات فالو و دنبال سابسکرایب کنید و کامنت بذارید، لایک کنید بچه. و لینک همه چنل ها هم توی دیسکریپشن هست. لینک یوتیوب و اینستا اینا هم دیسکریپشن آپارات هم هست و میتونید ببینید. و توی یوتیوب و اینستا هم لینک ویدیو آپارات هم میذارم. اوکی بکنم پیشنهاد یه چیزی بهش داد. خب الان این شروع شد دیگه. خب بچه ها ویدیو به پایان رسید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بچه من ویدیو گرفتم و به 2 قسمت تبدیلش کردم، پارت 1 و پارت 2. این پارت 1 بود، پارت 2 شما براتون میذارم، منتظر باشید. لایک، ساب، فالو یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.